حرفی که آرنت میزنه راجبش اینه که آیشمن بیمار روانی نیست، چون پیش از محاکمه اولا کاملا معاینش میکنن و چیزی هم پیدا نمیکنن مبنی بر اینکه این آدم حتی یه چیز نوروتیک داشته باشه. حتی بسیار آدم با عقل سلیم و مدام میگه که من تقصیر من نبوده و من تو اون وضعیت بودم. برمیگردم به میلگرام. آزمایش میلگرام رو که با ورسیون‌های مختلف هم انجام شده، اینم بگم که چند سال پیش کانال فرانس 2 فرانسه این آزمایش رو توی یک برنامه تلویزیونی انجام داد و دقیقاً همین نتایج گرفته شد. اونجا به پای علم میذاریم، تو تلویزیون به پای شوی تلویزیونی میذاریم، در ارتش به پای ارتش میذاریم، ولی کارمون رو انجام میدیم. مسئله اینه که اسمش رو خشونت بگذاریم یا نه. من اون روز اگر نگاه تحقیرآمیز داشتم خشونت محض میدیدم. برای من هنر و زندگی، خصوصا پرفورمنس که اصلا بحثش بازنمایی نیست و اصلا نمایش نیست، زندگی هیچ فاصله ای نداره و تناقض در امیر موبت که ناراحت میشه بهش تیراندازی میکنن، این تناقض وجود داره. پرفورمنس زندگیه، هر اتفاقی افتاد جزء پرفورمنسه، حتی شکستن اسلحه، حتی نگاه تحقیرآمیز من. ایراد اخلاقی با آزمایش میلگرام میگیرن و اتفاق جالبی که میفته، یکی از کسایی که تو آزمایش بوده و ناراحت هم شده بوده اعزام میشه ویتنام. طرف برای میلگرام نامه مینویسه که من بارها تمرد کردم و آزمایش شما به من یاد داد که میشه تمرد کرد. حرفی که آقای بولمن هم روز به دوستمون زدن که گفتن که شما ما رو گول زدیم، همین بود که میشه تمرد کرد. یعنی یادمون باشه که خشونت اصلا مسئله عجیب غریبی نیست. حتما آدم نباید مشکلی داشته باشه، صرفاً در وضعیت روانی که نمیدونیم چه کنیم. دو تا آزمایش دیگه میتونم براش مثال بزنم. مسئولیت تصمیم گیری رو به دوش دیگری میندازیم. من دلم میخواد شاپور پویان صحبت کنم. آره من خواستم اگه میخوام کجاست شاپور؟ تفنگ شکن جانم. ولی من نمیخواستم اصلا صحبت کنم چون کارمو کردم. با حرفایی که باربز زد خب بخش زیادیش من موافقم. نمیدونم چی میخوایم بدونیم، چی میخوایم صحبت کنم چون خیلی واضحه. یعنی من شنیدم که شما یه بار اومدی تو جلسه توی پرفورمنس شرکت کردی و بعد رفتی بیرون و بعد بار دوم این به این چه اتفاقی افتاد؟ من فکر کردی؟ آره کاملا، برای اینکه یه مدتی فکر کردم که مرز هنر و زندگی چقدره و واقعا ما که میریم داریم چیکار میکنیم. شاید مسئله اینه که توی هنر ایران اینطوریه که ما فاصله نمیدونم فکر کنم دقیقا نمیدونیم جایگاهمون چیه. وقتی آرتیستید، وقتی تو من هنوز یکم تفکرم شاید در تو هنر یه تفکر قدیمی باشه که فکر میکنم هنر یه جایگاه داره و یه هدف داره و پرنسیپ داره و آرتیست تو زندگی خودش هم باید اینا رو داشته باشه. من به این قائلم و برای همین هنر نمیتونه برام بازی شه یا زندگی بازی شه. یعنی همه چی جدیه، زندگی به غایت جدیه، همه چی جدیه. آرت جدی یه چیزی پیده فوق‌العاده جدیه و زندگی کردن هم همین. چیزی که اون روز من دیدم خیلی برام آزاردهنده بود. فاصله‌ای که رفتم رو داشتم به این فکر می‌کردم که از چه جایگاهایی میتونی اینو ببینی، به عنوان آرت میتونی ببینی یا به عنوان یه شاید بازی، اینکه مثلا بچه‌ها اومدن یه حرکتی کردن رفتن، یکی شلیک نکرد، یکی شلیک کرد، هر چی.
برای خود من اینطوری بودش که چرخه وقتی غلطه، هر جا غلطه باید وایسی. این تفکر یکم شاید متحجرانه باشه، ولی به هر حال من بهش عقیده دارم. ممکن توی نمایشگاه این کار بکنم، ممکنه یه بلایی سر یه کسی بیاد، اما فکر میکنم که باید این کار رو انجام داد. یعنی ما یادمون میره که کاری که داریم میکنیم کار جدیه، یعنی یکم داریم خیلی کلمه زشت بکنم، یکم داریم بازی میکنیم، یکم هنر رو بازی میگیریم. برای من اینطوریه. ببخشید تو نقدت پس بیشتر به هنرمند هم هست، یه بخشش به هنرمند هم هست و همش با مخاطبی. من حرفت نمیفهمم. من در تو خودم حرف میزنم. با آرتیست مشکلی ندارم. نه یه آزمون جالب بود همین. هرچند که من اینقدر ازش عصبانی بودم که 4 تا فوشم بهش دادم. ولی خب اون حالا یه ریاکشن عصبی بود، هیچی، حالا ما این برنامه رو نداریم، ولی اما یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم اینه که خب پدیدش چیز ناجوریه. اینکه اصلا اینکه وارد میشه یه چیزی که برای من خیلی جای سوال داشت این بود که چطوری شما خودتون داشتین نگاه می‌کردین، یعنی هم تو هم روز شما چطوری وایساد و عینک زده داشتین نگاه می‌کردین. یعنی